سلام دوستان، وقتتون بخیر. مهدی هستم. چهارمین جلسه از آموزش رایگان تحلیل تکنیکال که مربوط به بحث حمایت و مقاومت یا محدودهای عرضه و تقاضا است شروع میکنیم. خب ببینید، حتما به گوشتون خورده میگن قیمت داره میرسه به حمایت، داره میرسه به مقاومت. حالا اینا رو ما چجوری پیدا کنیم؟ روندها همیشه یا صعودی یا نزولی یا رنجن. گاهی اوقات به یه محدوده هایی برخورد میکنن که قیمت شروع میکنه به اصلاح کردن یا ریزش کردن. مثل حالا بخوایم مثال بزنیم، مثل اینجا این محدوده که بعد از برخورد بهش شروع کرده اصلاح کردن، به این محدوده ها میگن مقاومت. یا برعکسش ما یه روند نزولی داریم، قیمت به یه جایی برخورد میکنه، به یه محدوده‌ای، به محدوده خاصی برخورد میکنه و حمایت میشه، یعنی خریدارا اینجا وارد میشن و قیمت به سمت بالا حرکت میکنه. خب حالا ما چجوری اینا رو بتونیم پیدا کنیم؟ یعنی میخوایم محدوده هایی رو پیدا کنیم و بتونیم باهاش کار معامله‌مون رو یا مثلا سیر سودمون یا این چیزها رو انجام بدیم. این محدوده رو میشه از تقریبا جاهایی که واکنش داریم از قبل، یعنی با توجه به گذشته چارت ما میتونیم اول اینا رو پیدا کنیم. به طور مثال این چارت روزانه بیت کوینه. اگه این محدوده رو نگاه کنید، قیمت هر زمانی به اینجاها رسیده، ببینید به سمت بالا حرکت کرده. پس این محدوده ای که قیمت رو حمایت میکنه. نگاه کنید، اگه خط منظام مشخصه تا رسیده بهش به سمت بالا حرکت کرده و دیگه کلا حمایتش کرده. حالا ما میتونیم اینجا رو مثلا دو تا خط بندازیم. خب وسطش یه وقفه ایجاد شد. حالا ادامهش رو میدیم. ما میتونیم اینجا دو تا خط بندازیم، ببینیم مثلا یه بار اینجا حمایت شده یا یه بار این بالا. این با ابزار مستطیل رو میتونیم یه محدوده بکشیم. این میشه محدوده تقاضای ما، یعنی هر موقع که بیت کوین به اینجا رسیده، حالا خریدارا، حالا هر کی که بوده، خریدن و قیمت رو حمایت کردن، یعنی تقاضا به خرید زیاد بوده و حمایت شده. حالا بالاش هم یه محدوده‌ای داریم که هر موقع قیمت رسیده بهش شروع کرده اصلاح کردن. ببینید یه بار، دو بار. ما اینجا میتونیم دو تا خط بندازیم. اینم یه محدوده عرضه ما میشه که هر زمانی قیمت به اون رسیده شروع کرده به اصلاح کردن. نگاه کنید، یه بار، دو بار، سه بار و بعد از اون دیگه با فشار خرید شکسته و به سمت بالا حرکت کرده. یه نکته تو اینجا هست، محدوده های مقاومت، حمایت، وقتی که ازش عبور میشه رولشون برعکس میشه. یعنی مثلا اینجا محدوده مقاومتی داشتیم، وقتی که قیمت ازش رد میشه و بالاش تثبیت میده، این محدوده دیگه واسه ما مقاومت نیست، میشه حمایت. که اگه به بعد نگاه کنید، ببینید قیمت هر زمانی بعدش بهش رسیده اینجا حمایت شده. پس اینا نقشاشون عوض میشه. ببینید اینجا هم داریم، اینجا قبلا محدوده مقاومت ما بوده، ببینید اینجا نمیشده قیمت رد نمیتونسته بکنه، ولی وقتی رد شده ازش نقش حمایت رو ایفا کرده. خیلی راحت میشه اینا رو پیدا کرد و خیلی قشنگ میشه باشون کار کرد. ببینید وقتی محدوده حمایتی ما مشخص باشه، ما میدونیم که اینجاها محدوده خرید ماست. بعد از اون محدوده های مقاومت رو تعیین میکنیم. میتونیم باهاش مثلا سیل سود رو انجام بدیم، یا ما اینجا خریدیم، میدونیم که اینجاها ممکنه این فشار فروش ایجاد بشه. ببینید رو رسیده بهش و فشار فروش ایجاد شده.
پس ما میدونیم این محدوده میتونه برای ما فشار فروش ایجاد کنه و پس میتونیم روش سیو سود کنیم، چیزایی که خریدیم و سیو سود کنیم و یا خارج بشیم ازش. و اگه بالاش تثبیت داد دوباره میتونیم واردش بشیم. ببینید این محدوده ای که مقاومت برای ما بوده، محدوده عرضه ما حساب می شده، بعد از اینکه بالاش تثبیت داده شروع کرده به حمایت از قیمت و دیگه نذاشته زیرش تثبیت بده. پس محدوده ها میتونن رولشون عوض شه، حمایت و مقاومت، و اینکه خیلی راحت میشه پیدا کرد. خب بریم یه محدوده دیگه پیدا کنیم با هم. بذار من اینا رو پاک کنم. خب بریم به گذشته. خب ببینید اینجا به طور مثال البته قیمت از بالا اومده و علامتش رو بزنیم، یک بار اینجا برخورد داشته، یک بار اینجا. ببینید اینجا اومده پایین، اینجا حمایت شده این محدوده. پس یه بار اینجاست حمایت ما، یک بار اینجا حمایت شده. پس این محدوده حمایتی ما هست. با مستطیل رنگش میکنیم. ببینید تقریبا حمایت های خوبی شده، هر بار اومده بهش هلوهوش 45% رشد داشته همینجوری تا زمانی که شکسته. بالا هم همینطور. ببینید یه بار اینجا حمایت شده، چیز یعنی فشار فروش ایجاد شده و به سمت پایین حرکت کرده. حالا بالا رو من علامت زدم چون بعد از 4 تا نمیدونم چه خبره. بریم جلو. خب ببینید اینجا که اومده اصلا هیچ احترامی نذاشته و خیلی فشار خرید قوی بوده. اینجا باز که محدوده مقاومت ما بوده، اینجا رولش برعکس شده و به حمایت تبدیل شده. ببینید دقیقا اینم همینطور. اینجا که هیچ احترامی نذاشت، بعدش ببینید اینجوری میتونید محدوده رو واسه خودتون مشخص کنید. این محدوده ها خیلی کمک میکنه تو ورودتون، تو خروجتون. حالا بریم طلا رو هم ببینیم. طلا چون خیلی دوستان گفتن روی طلا هم جواب میده یا نه. ببینید این روزانه طلا 18 ایار خودمون. خب ما حالا اینجا خیلی جالبه، اینجا یه محدوده داشتیم که فشار فروش ایجاد کرد، یه قبلش هم اینجا. پس این محدوده واسه ما محدوده مقاومت میشد. این محدوده هم اگه دقت کنیم همیشه حمایت شده توی طلا. بعد 4 تا من ندیدم، یعنی یادم نیست چجوریه. میتونیم یه خط هم اینجا بندازیم، اینجا. ببینید دوستانی که میان میگن مثلا سقف و کف چجوری تعیین میشه، اینجوریه. وقتی که میخواد برسه به حمایه، ببین اینجا چون قبلا اینجاها حرکت منشأ حرکت ما اینجا بود، اینجا میتونیم بگیم محدوده تقاضای ماست، قیمت 6 و 100 تا 6 و 400 که بعدها هم رسیده بهش بازم حمایت شده. ببینید چقدر و به سمت بالا حرکت کرده. این محدوده مقاومتی ما بوده، محدوده 8500. وقتی شکستش بالاش تثبیت داده، ببینید چجوری رولش عوض شده، شروع کرده به حمایت از قیمت و به سمت بالا حرکت کرده. خب حالا این طلا همین الانه، یعنی قیمت طلاست. ببینید اینا تعیین کنیم، یه حمایت مقاومت اینجا داریم، بدونم تقریبا اینجا. این محدوده عرضه ماست. اگه دقت کنیم هر بار قیمت اومده برگشت خورده. خب این
منشأش تقریبا میشه گفت از اینجا شروع شده. ببینید یکی هم میشه گفت تقریبا حالا فعلا اینجا هست. خب الان اومده رسیده بهش، فعلا یه نیمچه حمایتی شده. پس این فعلا دوستان میان میگن که مثلا خرید داره اینجاها، از اینجا نشد میگیره 10,500 10,400 میتونیم اینجا چون مبلغ حمایتی بخریم، اینجا سیو سودامون رو انجام بدیم. یا اگه مثلا به طور مثال پایین تر که فکر نمی‌کنم اگه بیاد اینجاها باز 9 تومن، خیلی کارا تو تایم های پایین تر میشه دید. ببینید اینجا همه محدود است. این چقدر قشنگ احترام گذاشته به محدوده ما. میتونید با این تمرینا، با این باکس کشیدن ها، با این محدوده کشیدن های عرضه و تقاضا خودتون رو دیگه راحت کنید. یاد بگیرید که کی سیو سود کنید، کی وارد بشید، کی خارج بشید. میتونید رو محدوده هایی که محدوده های خریده، محدوده های تقاضاست وارد بشید. محدوده هایی که میدونید امکان داره قیمت برگرده سیو سود کنید یا خارج بشید. اگه بالای اون محدوده تثبیت داد که اون محدوده دیگه برای ما مقاومت نیست، نقش حمایت رو داره، دوباره وارد بشید و به سمت بالا حرکت کنید. این که درس خیلی مهمیه. حالا نحوه وارد شدن میتونه با همون 2 تا درس 3 تا درس قبلی مثل کندل های با شادو پایین برای خرید یا برای خروج، شادو بالا که فشار فروش و خرید رو نشون میده، یا محدوده هایی که بذارین یکی پیدا کنم، این الان فشار خرید رو نشون میده، یا محدوده هایی که مثلا اینگالف میکنن. اگه ببینید تو محدوده تقاضای ما چطور 4-5 تا کندل رو با یک کندل پر قدرت اینگالف کرد. این خودش نشونه اینه که ما روی محدوده با یک تایید خوب خریدمون رو انجام میدیم و به سمت بالا حرکت میکنیم، یا برعکسش با فشار فروش میبینیم و خارج میشیم یا سیو سود میکنیم. حالا باز برای جلسه بعد میتونید خط روند رو به این اضافه کنیم و چیزای دیگه که میگم. فعلا این محدوده رو در بیاریم، تمرین کنید و اگه سوالی بود بپرسید. موفق باشید.